میگم آقا پسر تو از چیه من خوشت اومده آخه؟ از خوشگلیت، از صدات، آره، از جذاب بودنت، از حال خوبی که بهم میدی. خیلی زیبایی تو. من خیلی حال خوبی دارم. قربونت بس دیگه، بس نگو، یه جاییم داره فول میخوره. نمیدونم یه تکونی خورد. میگم اون تو که هنو منو نزدیک ندیدی، از کجا میدونی خوشگلم؟ عکس پروفایلت. عکس پروفایلم اون که همش ادیته. چی؟ نه هیچی. کسخل نمیدونه عکسامو میدم شاین ادیتور. ماشاءالله تو هم خیلی پسر سکسی هستی یا جذاب، تو دلبره آدم قنج میره یه جایی. سلام، خوبی شما؟ اون تویی؟ یعنی تو اون بودی؟ چرا شبیه دورخیز اولاغی یا نزی؟ تو هم شبیه عکسات نیستی. شبیه عکسام نیست آخه. تو گوز کدوم چونی که بخوای نظر بدی؟ یه چی سفارش بده بخوریم بابا. چوس بیبو. والا چهرت که تعریفی نداری، یه ذره خودت بگو چی داری؟ یه خونه دارم، یه ماشینم یه دارم. جلو. چی؟ حرف بزن. چی بگم الان آخه؟ صبونه خوردی لام هستن. دهنت بود توالت میده. پسر تو چه یوبسی هستی؟ ما یه ساعت اینجا نشستیم یه لبخندم نزدی. یه ذره بخند. دست دیگه نخند. دندونا با بزرگته. پسر تو اول به جا قرار گذاشتن برو به دک و دهنت برس. این توالت عمومی میمونه. خب کجا برم؟ کجا بری؟ برو دندون پزشکی آلیس تو زعفران. آلیس بود، آلیس در سرزمین عجایب. برو اونجا ببین شرایطی دارن که هیچ جا پیدا نمی‌کنی. قسطی کامپوزیت میکنم واسه 5 ماهه بدون هیچ دردسر. تازه پیش پرداخت هر فکت فقط 6 میلیونه. واقعا؟ ای ذوقشو ببندیش تو. تازه تسترنگ کامپوزیتات و مشاورت هم رایگانه. انقدر دکتراشون خفنه. وای ببین الان درست کردن دندون از داشتن من واجب‌تره به خدا. برو درست کن اون دندوناتو، عین توالت سیار میمونی. اونا رو درست کردی بهم زنگ بزن. الانم وقت ما رو گرفتی اومدیم اینجا چوسم جلومون نذاشتی. ما رفتیم آقا درست کردی زنگ بزن باشه.